جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نمود که آن برای تأمین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل جایهای نوکاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه عمیق می‌گذارد. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سنه 26 دکامبر سال 2019 دستاوردهای اساسی اجتماعی و اقتصادی مملکت را در سال 2019 تحلیل و بررسی نموده به رشد ساحه صنعت اهمیت مخصوص ظاهر نمودند. پیشوای ملت از جمله ذکر نموده بودند: ما تامین استقلالیت انرژتیکی و استفاده ثمره بخش نیروی برق از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حفظ امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی مملکت به غذای خوش‌صفت، اینچنین وسعت‌دهی شغل پرمحصول را همچون هدف‌های استراتژی خود انتخاب نموده نقشه گزارش اقتصادیات کشور را از شکل اگراری ایندوستریالی به ایندوستریالی اگراری عملی گردانیده ایستاده‌ایم. در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت در 3 سال اخیر حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی از 15.2 تا 17.3% افزایش یافت. یادآور می‌شویم که با در نظر داشت اهمیت ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و تأسیس جایهای کاری، سال 2018 پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که صنعت کنونی با سرعت کشور هدف چهارم استراتژی اعلام کرده شود و تا سال 2030 حصه آن در روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژی با سرعت عملی کرده می شود. پس از گفتن چنین گفتارها در سال 2022 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرمانی را به امضا رسانیدند که مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان با مقصد تامین عملی شوی روند صنعت کنونی با سرعت کشور سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلام کرده شود. جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه مشترک زرافشان نیز این گفته‌های سروری دولت را سرمشق کاری خویش قرار داده با مقصد عملی نمودن این هدفها و با مقصد باز هم بلند برداشتن مهارت مهنتی کارگران، هر جانبه هوسمند گردانیدن شوق و هوس ایشان با آموختن تکنولوژی مهارت. در این کارخانه مسابقه چهارم تکنیکی تشکیل کرده شد. بعد قریب 2 ماه مسابقه پرشدت این مسابقه تکنیکی با موفقیت انجام یافت. در مسابقه جمع 12 نمود از قبیل مکانیک، کفشیرچی، الکترومانتور و غیره اشتراک کردند. در رفت مسابقه بسیار متخصصان به کمال رسیدند. در نتیجه مسابقه 78 نفر کارگران غالب دانسته شدند. جناب جان یاومین که مدیر کل شرکت و دیگر راهبران شرکت در مراسم سپاریدن جایزه ها به غالبان آزمون چهارم تکنیکی شرکت کرده، کارمندانی را که در این آزمون تکنیکی به نتیجه های بلند رسیدند قدردانی نمودند و عکس دست جمعانه گرفتند. در برابر این کارخانه نسبت به همه کارگران طلب‌های زیاد به میان گذاشته است. اولا همه کارگران باید تکنولوژی را آموزند و تکنولوژی را در اساس کار خود تکمیل دهند. دوم، هر یک شعبه باید تربیت کادرها را باز هم پرزور نماید، اقتدار کارکنان را استفاده برد. سوم، نمونه های خوب ایجاد کند، حس شأن و شرف و افتخار کارمندان پیش قدم را بلند بردارد، فضای پرقوت آموزشی به وجود آورد. گذرانیدن آزمون تکنیکی به اکثریت کارمندان امکان می دهد که دانش و ملکه را مبادله کنند، آموزند، فضای خوبی آموزشی به وجود آورند تا کارمندان صاحب اختصاص و با تجربه به کمال برسند و نمونه عبرت باشند. یادرس می شویم که سال 2023 با اشتراک بی‌واسطه سروری دولت در کارخانه مشترک زرافشان کارگاه نو مورد استفاده قرار گرفت که اقتدار کارکرد کارگاه متالورژی میسکودازی 165,000 تن است.
4,5,000 تonna میسی کاتودی همچنین تیلو و نقره استحصال کرده می شود. کارخانه با معاصرترین تکنولوژی جهانی بنیاد یافته از جمله سیخ‌های کارکرد سلولوز، استحصال میز، شیره آهک تیار کنی، سیخ ترش کنی پیشکی، کارگاه‌های با اکسیژن در زیر فشار اشغال کنانی، کارگاه الکترولیزی میز، دیگخانه گرم‌دهی، پایگاه برای گردش آب، استانسیه کمپرسوری هوا و آب صاف عبارت می باشد. کارخانه مشترک زرافشان فعلا کارکرد کان‌های ترور، جلو، المپیکی، خرسخانه، کانی آهک سنگ دهنی مزار و ریگو شغلی ماغیان دریا را براه مانده است. برای استحصال میز استاندارد کاتودی کنسنترات کانی ترور استفاده برده می شود. در جمعیت مذکور 2809 نفر صاحب جای کار بوده. همه ساله اقتدار استحصالی افزایش داده می شود. ماموریت و کارمندان کارخانه مشترک زرافشان پیام پیشروی ملت را حجت تقدیر ساز دانسته. این حجت استراتژی هدفمند رشد ساحه‌های مختلف جامعه را در یک دوره معین جمع بست نموده، پیشبرد سیاست متوازن دولتی را بابت اجرای برنامه و استراتژی‌های دولتی و خاطر حل مسائل اجتماعی اهالی معین کننده می‌دانند. و میگویند ما میخواهیم همه وقت در گرد سخنانی سروری دولت سالهای 2022-2026 که همچون سالهای رشد صنعت اعلان شده است، محض در این سال رشد صنعتی تاجیکستان را تا درجه های عالی برسانیم. آزمون مذکور امکان می‌دهد که متخصصان هنر و مهارت خود را پیشنهاد نموده تا چه اندازه متخصص کسب خود بودن را به معرض گذارند. همچنین آزمون مذکور امکان می‌دهد که دوستی کارمندان بهتر گردیده از تجربه‌های همدیگر جهت جانک نمودن کار کارخانه مذکور آگاه گردیده به این وسیله در رشد صنعتی کشور سهم ارزنده خود را گذارند. مقصد تشکیل و برگزاری این چاره‌بینی برای تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور، تحکیم دوستی تاجیکستان و چین و قدرشناسی متخصصان و کارگران بهترین می باشد.